یاران کردوار، وقتتون خوش. لحظاتی پیشتر من در حین تفسیر و تعویل داستان لاوک زنبیل فروش بودم که نوتیفیکیشنی از موبایلم دریافت کردم داله بر گرم شدن دیوایس و با برداشتن نوتیفیکیشن کلن موبایل از دسترس خارج شد و یک ریستارت داشت. به همین خاطر من مجبورم تمامی دیبیت گذشته رو از نو آغاز کنم. ولی این بار سعی میکنم با یک سری مصادیق امروزین به داستان بپردازم. پیشتر و امروز من در پاسخ و به دستاویز پاسخ به کسانی چون آقای بهرام مشیری و کسانی که من معتقد هستم کارمندان نظام کورپوریشن یهود آنوسی ایرانی هستند، سعی در زدودن ماهیت کردی سرزمین کردوار دارند و اونها میخواهند که کردیت رو تقلیل بدند به شروال، به لباس، به زبان و جهان کردی را که اربابان یهود مسیحیشون به صورت سیستماتیک از 200 سال گذشته تا به امروز سعی در نابودی و اختفاش داشتن رو تکمیل بکنن و تداوم بدن. به همین خاطر من گوشه ای رو از جهان کردی نقل کردم و داستان لاوک زنبیل فروش رو اونجا بررسی کردم، نقل کردم و سعی کردم که جهان مستتر کردی رو از درونش تعویل و تفسیر کنم. اما به خاطر اینکه ما غالب دیبیت های راپورین کردوار سربخو به زبان گورانی است و ما آرشیو کامل تاریخ مبارزات گذشته 5 ساله رو به صورت دیبیت به زبان گورانی داریم و قاطبه دیبیت های فارسیمون از این آرشیو برخوردار نیست. مخاطبان این زبان فارسی یدیش امکان داره در وادی پرسش های فراوانی رها بشن. به همین خاطر من سعی میکنم این موضوع رو مبسوط‌تر بیان بکنم. ببینید، سال 1394 کیومرث پور احمد فیلمی ساختن به نام کفش هایم کو. رضا کیانیان در این فیلم بازی کردن. داستان پیرمردی کارخانه‌دار قدیمی بود که دچار مریضی آلزایمر شده بود. ببینید، ما امروز با این پدیده در جهان مواجه هستیم، مریضی به نام آلزایمر، مریضی که آدم‌ها سیستم حافظه و خاطراتشون دچار مشکل میشه. پاره ای از خاطرات دوران قبل رو بیاد میارن اما امروزشون رو اصلاً و اصولاً تشخیص نمیدن که کی هستند. این انسان بخشی از وجودش نیست و نابود شده برای خودش. خاطرم میاد کسی به نام دکتر هولاکویی که این برنامه‌های روان درمانی تلفنی تلویزیونی و رادیویی رو اداره میکنه و یکی از اون کسانی است که نقش برجسته‌ای در کشاندن مردم به انحراف و به انقیاد دارد رو تحت نام علم روانکاوی و روانشناسی درباره این فیلم وقتی داشت توضیح میداد به کسی که بایستی همسرش رو که آلزایمر گرفته رها بکنه، گفت این یک جمله مزخرفی است که من از زبان یک هنرپیشه در یک فیلمی شنیدم. در فیلم کفش هایم کو دختر آقای رضا کیانیان از خارج که برمیگرده در پاسخ به یکی از اشخاص میگه که اون نمیدونه که من دخترشم، اما من که میدونم اون بابامه.
آقای هولاکویی این رو یک یاوه خواند که بایستی این دختر بره دنبال زندگیش و این آدمی رو که دچار آلزایمر شده رها کنه، چون این آدم مثل آدمی میمونه که مرده. شما هم هر محبتی که براش بکنی که نمیفهمه که داری رنج خودت رو مضاعف میکنی. ما در دیبیت های گذشتمون هم گفتیم که آدمی چیزی نیست جز خاطراتش. اما یادتون باشه این خاطرات فقط در شما نیست، در دیگران هم میتواند باشد. یعنی چگونه؟ یعنی اون گونه ای که رضا کیانیان بیادش نمیومد که کیه، دختر خودشو نمیشناخت، اما دختره میدونست که این باباشه، دختره میدونست این آدم کی بوده، چه زندگی رو ساخته. ببینید اینه که شما خاطرات یک مردمی رو دستکاری بکنید، این مردم نیست و نابود میشه. این آدما انگار که زنده‌اند. به همین خاطر این آدما وارد وادی بیخبری میشن، مثل آدمی که آلزایمر داره. زنده بودن و مرگش برای خودش فرقی نمیکنه، برای دیگران هم ظاهراً به گفته آقای هولاکویی نبایستی فرقی بکنه. چرا؟ چون در بیخبری مطلق قرار داره این آدم و نمیتونه دریافتی داشته باشه نسبت به تعلقات و گذشته‌ای که داشته و ساخته و دیگرانی که امروز در کنارش هستن. من سالهای ساله که از سرزمین خود آواره شدم و سرزمینی ندارم. درست مردمان ما طبق نظر دستگاه‌های انقیادی تبدیل شدن به کسانی که دائما یک زندگی منسوخ دارن، کلنگی دارن، نابود میکنن و جدیدشو میچسبن. شما دیدید که مردمان جامعه ما هر از گاهی خونهاشون رو تعمیر میکنن، اسباب اساسیه عوض میکنن، فراموش میکنن که کی بودن، اسمشون رو عوض میکنن، بینیشون رو جراحی میکنن، تغییر شکل میدن، تغییر قیافه میدن، پیری رو سعی میکنن دستکاری کنن، شخصیت اجتماعیشون رو سعی میکنن عوض بکنن و به اینها میگن پیشرفت. شما در متن دینی همین چیزها رو داری، مخصوصا شما در دستگاه الهیاتی اسلام هم داستانی داری به نام ناسخ و منسوخ. آیاتی که قدیمی ترند با آیات جدید منسوخ میشند که من با این مسائل مشکل خاصی دارم، چون شما رو بی هویت میکنه این. ببینید من دوستان خودم رو، فامیل های خودم رو، پدر و مادرم رو بیاد دارم. آنچه که من از پدر و مادرم میتونم گزارش بدم خاطرات 25 سال گذشته منه. من میدونم بابا مامانم چه شکلی بودن، عموام، داییام، دوستان، رفقا کیا بودن. اونا هنوز به صورت خاطره در ذهن من هستن، ولی وقتی با امروز اونها روبرو میشم، اونها با گذشتهشون خیلی غریبه هستن، عوض شدن. این اون آدمی نیست که من بیاد میارم. به همین خاطر اونا خودشون بیاد نمیارن کرد بودن چه شکلی بود، اصلا یادشون نمیاد، چون در کوران این زندگی روزمره قرار گرفتن و تحت نام پیشرفت به سرعت دارن اشکال مختلف رو آزمایش میکنن، تغییر چهره میدن، تغییر اصول و پرنسیپ میدن و در یک خلأ و در یک بیوزنی و در یک آلزایمر جمعی قرار گرفتن. تفاوتی که کسانی مثل من با اونها داره اینه که من یک ذخیره تاریخی از اون خاطرات رو با خودم حمل میکنم. سرزمین هم به همین صورته.
چون نو که میاد به بازار کهنه میشه دلازار. شما وقتی میخواید به چیزی به نام تاریخ رجوع میکنید، سعی میکنید خاطرات گذشته رو بیارید، وقت بفهمید اجداد شما کی بود، شما کی هستی، شما چه شکلی بودی. این به شما تداوم میده، این به شما معنی زندگی میده، این به شما میگه که شما چی بودی، چه مسیری رو بایستی بری و چه کارهایی رو بایستی انجام بدی و در کدام فرایند قرار بگیری. مسیری رو که برای شما دستکاری میکنن، اون وقت شما دچار سرگشتگی میشی، دچار بی‌هویتی میشی. ببینید اون دختر خانمی که در فیلم کفش‌هایم کو دختر رضا کیانیان بود و آقای هولاکویی فکر میکرد آدم احمقیه و در یک سری افکار پوسیده قرار گرفته و در خودشو نفله میکنه برای آدمی که نمیفهمه، او نمیتوانست بفهمه. نه، هولاکویی میفهمه. هولاکویی اومده جامعه ما رو نابود بکنه که ما اصولاً در مواجهه با حقایق خودمون به دنبال منافع فراموش بکنیم بخش‌هایی از واقعیت خودمون رو. اون دختر نمیتونه فراموش بکنه که این آقا پدرشه، گرچه او رو بیاد نمیاره، گرچه دیگه نمیتونه یک سری کردیت ها و یک سری منفعت ها به او برسونه، گرچه که نمیتونه یک سری نیازهای اون رو به صورت مادی و معنوی مرتفع بکنه، اما این که میدونه اون باباشه، این انسان میدونه این ریششه، نمیتونه انکار ریشش بکنه، نمیتونه ریشش رو رها بکنه و بره پی زندگیش. این نوعی انسان رو بی هویت کردنه. تو وقتی کسی رو خاطراتش رو ازش گرفتی بی هویتش کردی، دستاویزی برای زیست نداره دیگه، کاراکترهایی رو دیگه نمیشناسه، گزارشی از خودش نداره و داستان این تبدیل میشه به یک سرگشتگی و به یک نابودی که مردمان یک سرزمین نمیدانند کجا دچارش شدن. ببینید اینی که شما سعی کنید حافظه سازی بکنید برای مردم، خاطر سازی بکنید برای مردم که مردم با رجوع به این خاطرات خودشون رو بازسازی بکنن، خودشون رو بیارن. این اون داستانیه که نظام سلطه میدونه اما مردمای عادی نمیدونن. من اگر تجربه این غربت و بی سرزمینی رو نداشتم حتما نمیدونستم که چه اتفاقی در زندگی من افتاده، حتما نمیدونستم که من کسی که امروز موجوده یک زندگی رو از سر گذرانده و این زندگی در قالب یک سری خاطرات برای او هنوز در ذهن او زنده است، هنوز در ذهن او بر اساس این معانی، اون گذشته و اون لحظاتی که زندگی کرده است ادامه میده. توجه میکنید آنچه که نظام سلطه میخواهد بر مردمان عادی تحمیل بکند بی حافظگی است، بی خاطری است، تحت نام پیشرفت. اینه که تو خودت رو بیاد نیاری، فراموش کنی، عوض کنی. اینی که تو بخوای شمایل دیگه‌ای داشته باشی، تو با عوض کردن سایز لبهات مثلا آدم دیگه‌ای میشی، کاراکتر دیگه‌ای پیدا میکنی، لایف استایل دیگه‌ای خواهی گرفت، جهانبینی دیگری خواهی داشت. این اون چیزیه که اینها میخوان تبلیغ بکنن و خروجیش یک سری داستان هاست که ما امروز باش مواجه هستیم. آنچه که ما جهان کردیش مینامیم و جهان کردی است،
و شما با این مصطلحات در دنیا آشنا هستید. بالاخره شما انسان مدرن دارید، همونطوری که ما گفتیم انسان کردی داریم. شما انسان مدرن دارید، انسان پست مدرن دارید، شما انسان افلاطونی دارید، انسان رواقی دارید، شما انسان فاشیست دارید. هر کدام از اینها گزارش میدهند از جهانی که انسانی از درون آن جهان برخاسته است و در درون آن جهان زندگی می کند. ببینید، بحث هایی که ما مطرح کردیم در کاتگوری هیچ کدام از ایسم های بشر غربی ساخته قرار نمیگیره. نه ناسیونالیزم، نه فاشیزم، نه چه میدانم توتالیتاریزم. آنچه که ما داریم اینجا مطرح میکنیم گزارش از جهانی است که سعی در فراموش کردن آن جهان کردند تحت نام جهان کهنه، جهان فرسوده، جهان فراموش شده. جهان کردی چه بود؟ جهان کردی یک لباسه، جهان کردی یک زبانه. ببینید این زبان رو ما براتون ساختیم، اینه. حالا کار کردم نداره دیگه، برو انگلیسی یاد بگیر، برو پول بده انگلیسی یاد بگیر. با دنیا بهتر میتوانی مراودات داشته باشی، با دنیا بهتر میتونی ارتباط بگیری. این لباسای گشاد و مثل کیمونه ژاپنی هاست رو دور بریز، تنبون بزرگ و گشاد رو شروالک بات کن، خیلی راحت تره. تاپ تنت کن، خیلی شیک تره. اینا رو شما رو بی حافظه میکنند، بعد یک نسخه دیگه‌ای به شما میدن، بعد تحت نام جدید شدن شما کلن به یک انسان آلزایمری تبدیل میشی. نیستی، در حافظه دیگران هم دیگه نیستی. مثلا کسانی که از شیراز میخوان بیان سنندج، در حافظه مردم شیراز سنندج یک جای خطرناکی، آدماش سر میبرن. بعد شیرازی ها وقتی میان سنندج میبینن نه بابا، سنندجی خیلی هم مکشمرگ ما و خیلی زیبا و خیلی لطیف و همچی دست پاچه میشن به اینا سرویس بدن و حال بدن و خونه بدن. و بعد میبینن که این آدم کردی متوجه نمیشه که در ذهن اون یکی آدم کردی دیگه اینها هیچ بالانسی با هم ندارن. اون شیرازی فکر میکرد که این یه آدم با غیرت، با شهامت، چه میدونم مبارزه و در بدترین نوعش آدم سربره. این یکی هم فکر میکنه که اون یه آدم قدرتمند، سیاس، بچه پولدار، فارس. هر دوتا یک تصویر بسیار ناواقعی از همدیگر دارن. شیرازه میفهمه که نه بابا، اینا تسلیم شدن، مبارزم نمی کنن، سرم هیچ وقت نبریدن، نمی برن، همچی غیرتی هم که میگفتن ندارن، نمونده. بعد این یارو سنجه میکنه این شیرازیه بابا، نه بچه پاریسه، نه پسر ژان ژاک روسوه، نه ثروت عجیب و غریبی داره که وارث بیل گیت باشه بیچاره، نه گزارش از یه چیز عجیب و غریبی میده. این دوتا انگار همدیگه رو خیلی بد فهمیدن. اینا دلیلش اینه که مردمان یک سرزمین اون حافظه تاریخی خودشون رو تحت نام اساطیر و داستانها و فلسفه زیستی فراموش کردن. این فراموشی در پس یک ساختار، سیستم و زیست اجتماعی سازماندهی شده توسط یک سیستم کورپریتی با ابزارهاش میسر شده.
حالا ما میخوایم گزارش بدیم از بخشی از خاطره انسان کردی که این انسان کردی چگونه است، به چه صورتی بوده است و تعارض این جهان کردی با جهان انقیادی نظام سلطه چه شکلی است. این نظام سلطه که امروز این کره خاکی را احاطه کرده و آنچه که تحت نام فلسفه غرب بر این جهان سیطره کرده و شما میشنوید اینکه مثلا شما در این دنیای امروزین داشتن تکنولوژی به تنها اون برتری رو بهتون نمیده که غربی ها دارن، به خاطر اینکه غربی ها زیست جهان امروز رو هم تعریف کردن. به همین خاطر مثلا یک ژاپنی میتواند از لحاظ تکنولوژیک پیشی بگیرد از یک آمریکایی، اما این ژاپنی جهان بینیش، فلسفه زیستش نه جهانی است، نمیتونه بشر غربی رو تحت تأثیر قرار بده، نه توانسته از تحولاتی رو به صورت جهانی در جهان ایجاد بکنه. آنچه که امروز به صورت ساختارها، مؤسسات و نهادهای کنترل بر جهان حاکم است، خروجی جهانبینی هزاران ساله نظام سلطه است که از درون ادیان ابراهیمی مخصوصاً یهودیت و مسیحیت خارج میشه که بعد اینا سعی در انحراف دین اسلام هم میکنند و این کار رو موفق میشن انجام بدن و انجام دادن. ببینید داستان اینها برای آنچه که بهش میگن legitimacy، مشروعیت، و آنچه که منجر به یک سری قوانین میشه که شما این رو تحت نام قوانین بین المللی، قوانین دولت ملتی مشاهده میکنید، یا ساختارهای سیاسی، ساختارهای سلطه که به دنبال یک لجیتیمیسی میگردن. این لجیتیمیسی ها یک حکایت تاریخی به دنبال دارند که من سعی میکنم در دقایق آینده بهش بپردازم. ما یک وقفه کوتاه برای یک استراحت خواهیم داشت که من هم هوای تازه‌ای بگیرم، هم آمادگی داشته باشم که وارد بحث بشم. این پیش مقدمه دیبیت دوم امروز ماست که من دیبیت آینده رو مستقیما وارد فلسفه جهان کردی میشم و مبسوط باز میکنم این جهان رو.